سلام عزیزان، میخوام باز باهاتون در مورد آب صحبت کنم. هیچ دیدین وقتی که خودتون رو میشورین چه آرامشی احساس میکنین؟ چقدر خستگیاتون شسته میشه، چقدر ذهنتون آروم میشه. آب به غیر از این که بدن ما رو تمیز میکنه و تمام کثیفی ها رو میشوره، میتونه انرژی ما رو هم تمیز کنه و انرژی ما رو تصفیه میکنه. و یک راهی هستش که من خودم همیشه انجام میدم و خیلی کمک میکنه. یعنی وقتی که احساس سنگینی میکنم، اگه بار احساسیم بالاست، اگه احساس میکنم که کلی انرژیم احتیاج به تخلیه شدن داره، به غیر از این که خودم رو با طبیعت سعی میکنم تخلیه بکنم و انرژیم رو بالانس کنم، دوش گرفتن رو هم واقعا خیلی ضروری میبینم و خیلی وقتا این رو با نیت انجام میدم، چون خود دوش گرفتن این حس به آدم میده، در نهایت انرژی ما رو پاک میکنه. ولی وقتی شما با نیت این کار رو میکنین، یه جور انگار عمیق تر میشه تمیز کرد. و این رو ما توی دین اسلام داریم که غسل کردن رو داریم و میشه غسل رو به نیت‌های مختلف انجام داد. و من این کار که همیشه دوست داشتم بکنم و گاهی وقتا هنوز انجام میدم این هستش که غسل میکردم به این نیت که بدنم رو از بار منفی، از فشار احساسی یا از خلاصه هر چیزی که ناخالصی که توی بدنم وجود داره، هر انرژی ناخالصی که وجود داره، با غسل این انرژی رو پاک میکردم و واقعا یک حس بسیار زیبایی به آدم میده وقتی آدم با این حالت شستشو میکنه. حالا ممکنه شما نخواین دقیقاً اون غسل رو انجام بدین به اون ترتیب، ولی اگه دوش میگیرین و این دوش رو با این نیت انجام میدین که این آب باری رو که توی بدنتون هست پاک بکنه و تک تک اجزای بدنتون رو انرژیش رو تمیز بکنه، یه واقعا تجربه متفاوتی هست از موقعی که شما فقط برین زیر دوش. خیلی بهتون پیشنهاد میکنم که حالا شاید همیشه آدم وقت و حوصله‌اش رو نداشته باشه که اینجوری دوش بگیره، ولی یک موقعی این نیت رو بکنین و با این دید، با این قصد دوش بگیرین و این خود آگاهانه خودتون رو بشورین. وقتی که مثلا دارین خودتون رو میشورین، حالا میتونین به بخش‌های مختلف بدنتون تمرکز بکنین. مثلا اگه دردی توی بدنتون هست، میتونین این درد رو با آب بشورین و اون انرژی اون درد رو با آب بشورین و خواهید دید که خیلی سبکتر میشین و اون سنگینی و اون درد خیلی وقتا کم میشه و حتی میشه بهبود پیدا بکنه اگه که بتونیم مداوم انجام بدیم. امکانش هست، چون خیلی از دردهای ما میتونه واقعا به این دلیل باشه که ما انرژیمون جمع شده اونجا و گیر افتاده و باید تخلیه بشه. خیلی از دردهای فیزیکی ما به این خاطره و من خودم خیلی تجربه کردم که خیلی از دردهایی که تو بدنم بوده با یه خورده تخلیه انرژی و با این حالت مثلا شستن، با این قصد دوش گرفتن، با ارتباط با زمین، با آگاهانه تخلیه کردن این انرژی ها، خیلی وقتا خیلی از دردهای ما میتونه تسکین بده. خلاصه یک ارتباط قشنگیه با آب داشتن و اینکه شما قدردان باشین وقتی دارین دوش میگیرین، از آب قدردانی بکنین که داره شما رو تمیز میکنه. اصلا یک ارتباط قشنگیه با یک عنصری که این همه ما هر روز استفاده میکنیم و ازش قدردانی نمیکنیم. هرچی شما قدردانی بکنین در مورد هر چیزی توی زندگی، من این تجربه شخصی من بوده، هرچی شما قدردانی بکنین این باعث میشه که اصلا
انرژی شما خیلی بالا میره و انگار بیشتر آدم میتونه تو زندگیش جا برای چیزهای زیبا، برای موقعیت‌های قشنگ، برای احساس خوب داشتن در مسائل مختلف، حالا هر مرحله زندگیتون باشه، هر بخش زندگیتون، هرچی شما قد دانید بیشتر بکنین، انگار میتونین توان این رو دارین که چیزهای قشنگتری توی زندگیتون داشته باشین. انگار دستتون رو باز میکنین که بیشتر توی زندگیتون چیزهای زیبا بیاد و اینو من واقعا به تجربه احساس کردم که چقدر تأثیر داشته توی زندگی من و هرچی من بیشتر قدردانی کردم، هی دائم دنبال چیزهایی هستم که بتونم در موردشون قدردانی کنم. مثل بازی شده. خلاصه شما هرچی از آب قدردانی بکنین، حس خودتون قشنگتر میشه و هدرش نمیدین، چون احساس میکنین که یک چیز مقدسه، یک چیزی هستش که نباید حرومش کرد. و به نظر من حروم کردن یک چیزیه که من همیشه خیلی دلم میگیره وقتی میبینم یه چیزی حروم میشه. خودم موقعی میگم پیش میاد و ممکنه حواسم نباشه و یه چیزی رو حروم بکنم یا زیادی استفاده بکنم و خود حواسم نباشه که چطور دارم یه چیزی رو استفاده میکنم، یا مینوشم وقتی دارم آب میخورم یا خودم میشورم، همیشه حواسم نیست. ولی وقتی که میزان هدر رفتن خورده خیلی مشخصه، مثلا وقتی میبینم که یکی داره آب و هدر میده به من، یعنی دیگه شدیداً داره هدر میده، مثلا همینجور آب بازه و همین بعد خیلی یه عادتی که خود منم یه موقع جوان‌تر بودم داشتم که آب باز میذاشتم و مثلا دستم میشستم ولی آب همینجور باز بود و من مثلا خب به کارم میرسیدم، ولی الان سال هاست و این به خاطر این بودش که شروعش از اونجا بود که من یه دوره توی قایق زندگی کردم و توی قایق زندگی کردن شما قدر آب واقعا میشناسین. یعنی وقتی که آبتون محدوده، چون تو قایق آب محدوده و باید آب رو شما مخزن آبتون رو پر بکنید. وقتی تموم میشه به این راحتی نمیشه پرش کرد، بعد جایی باشین که بشه این شیر آب باشه برای مخزن. و وقتی که آب اینقدر محدوده خب خیلی باید صرفه جویی کرد و این یک درکی به من داد از اینکه چقدر ما آب رو هدر میدیم. هنوز من اون باور توم هست که باید آب رو احترام بذارم بهش و هدرش ندم، با اینکه دیگه تو قایق زندگی نمی کنم، ولی واقعا این عادت توی من پیش اومده که بی خودی شیر آب باز نیست. اگه که دارم ظرف میشورم تا تهش احتیاجی نیست من این آب رو تا ته باز کنم و اصلا عادتم شده طوری هستش که بخوام این چیزی رو بشورم اگه آب رو خیلی شدید باز کنم خب همه جا خیس میشه. برای خودم راحت تره که آب رو خیلی ملایم باز بکنم، حتی موقع چیکه چیکه داره میاد، ولی خب من خیلی با آرامش دارم ظرفم میشورم، احتیاجی نیست که آب شدید بیاد. و این خیلی الان من توی من جا افتاده و منم واقعا قدردانم از اون دوره که من توی قایق زندگی کردم یه چند سالی. این عادت برای من مونده که دیگه آب و هدر نمیدم و هر قطرش برای من اهمیت داره و قدردان هر قطرش هستم. و وقتی دوش میگیرم اینم همونطور، چون واقعا امکان دوش گرفتن توی قایق رو نداشتم و چون اصلا هیچیش درست نشده بود و الان هر موقع دوش میگیرم پر از شوقم و یک لبخند روی صورتم هست و خیلی قدردان که من این توانایی رو دارم که خودم بشورم و این خیلی چیز زیباییه، با اینکه من الان خیلی راحت کمبود آبی وجود نداره ولی واقعا این آب برای من خیلی عزیزه. خواستم این رو با شما به اشتراک بذارم و تشویقتون بکنم که یه خورده آگاهانه از آب استفاده کنیم و مواظب باشین حرومش نکنین و ازش ممنون باشین. خیلی 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 عشق.